نقلیاتشان بازه آدم پلیس مرکزی برانشته استاد نشان می‌دهشان این نقلیات بارکشان هنگام حرکت در راه به سیمچوب برخورد. حادثه بعد از ساعت 12 سنه 28 ایون هنگام بلند بودن حرارت هوا رخ داد. در نتیجه ناقل‌های برقی شراره برآورده به پرس کاه که در نقلیات بارکشان بود زد و آتش گرفت. خدمات آتش نشان شهر خوجند ارتفاع پولچپور نقلیات تمغه گزل خوشا به نقطه علاقه خدمات دولتی آتش‌نشانی شهر خوجند ساعت 12:37 خبر آتش گرفتن نقلیات آمد. آتش‌نشانان با 2 نقلیات مخصوص آتش‌نشانی به جای حادثه رفتند. معلوم گردید که راننده 36 ساله ساکن ناحیه مسجد هنگام اداره نقلیات وقتی عبور 4 کوچه به سیمچوب و چراغک راهنما برخورده است. حادثه در کوچه گگارین شهر خوجند رخ داده است. سنه 28 ایون 2021 سال ساعت 12:42 در شهر خوجند کوچه گگارین نزد چراغک راهنما محلی پولچخور نقلیات تمغه گزل سوختار به عمل آمده است. در نتیجه سوختار در بردان نقلیات بارکش 200 عدد پرسی کاه و 1 عدد چراغک راهنما در مساحت 8 متر مربع سوخته ضرر دیده است. سبب سر زدن سوختار در نتیجه برخوردن خطهای برقی بلند شدت به یکدیگر شراره آن به بالای پرسی کاه فرآمده حادثه سوختار به عمل آمده است. سوختار автомашини بارکشان دوام 23 دقیقه پورا خاموش کرده شد. حالا سبب پیشگی سوختار نقلیات بارکشان را معین کردند. برای تحلیل و خسارات آن باشد کمیسیه مخصوص خدمات دولتی آتش‌نشانی تشکیل کرده شد. ضرر آن را معین می‌نمایند. اما چراغک راهنما و پرس کاه به مبلغ 20600 سامانی از آتش امن نگاه داشته شد. سوختاری که روز گذشته هنگام نصف روزی به قید گرفته شد سری وقت از جانب آتش نشانان خاموش گردید. راننده نقلیات بارکشان خوشبختانه زنده و سلامت است، اما خسارات سوختار چراغک راهنما قسما کارناشایان و 3 عدد درخت توت سوخته ضرر دیده است. این حادثه سیومین سوختار نقلیات می باشد که آتش نشانان شهر خوجند به قید گرفتند. خوشبختانه تلفات جانی نیست. سبب‌های اساسی سوختار نقلیات این به احتیاطی رانندگان و رسیدگی کوتاه می باشد. در مدت 20 دقیقه سوختار به پورگی خاموش کرده شد. خوشبختانه به اثر سوختاری به عمل آمده یگان شخص جراحت جسمانی نبرداشته است. از مهمانان و ساکنان شهر خوجند خواهش می نماییم که با قاعده‌های بخطری از سوختار حتما رعایت کرده و سوختار راه ندهند. در 6 ماه گذشته سال 2022 در شهر خوجند 24 عدد حادثه ناخوشی سوختار به قید گرفته شده است که این شماره نسبت به همین دوره سال گذشته زیاد می باشد. متخصصان سبب‌های اساسی سوختار را بر رعایت نکردن عادی‌ترین طلبات بخطری از سوختار و رسیدگی کوتاه ناقل‌های فرسوده ربط می دهند. گزارش مفنوشکور و نسیم رحیمов برای برنامه اطلاعاتی خبر.